بفرمایید جناب آقای مفتخر دوست عزیز همه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعداً تبریک عرض می‌کنم سالروز استقلال قانون وکلای دادگستری را و همچنین تبریک عرض می‌کنم خدمت همکاران عزیز جدید و انشاءالله آرزو می‌کنم که همه موفق باشند و اون جمله‌ای را که در شبی که خودم اینجا قسم خوردم عرض کردم که انشاءالله خداوند ما را طوری هدایت کند و در این مسیر پرمخاطره طوری بگذریم که در نهایت اول بدهکار خدا نباشیم و بعد بدهکار احدی از مخلوقات خدا نباشیم. من در شعری که امشب دستور دادم جناب آقای آل محمد که باید از ایشون وضعیت مدیره محترم قانون تشکر بکنم به جهت اعتمادی که فرمودند و به بنده هم فرمودند که شعری بخوانم. من شعری را که سرودم یک مقداری گله از جامعه است که چرا جامعه وادار می کند که دو نهاد مرتب در کار تربیت وکیل باشند و ما ای کاش روزگار به شکلی عمل بکند، جامعه به شکلی تربیت داشته باشد که واقعا این همه نیاز به وکیل نباشد، چون اگر اینجوری ناهنجاری جامعه پیش برود روزی قانون وکلا حریف نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سالی دیگر بر ما گذشت، یک حکایت بار دیگر تازه گشت، باز جشن تازه‌ای از ره رسید، موسم سوگند یاران جدید. جشن استقلال قانون شد به پا با حضور همگنان تازه پا. سوی این مجمع عزیزان وکیل بر مبارک باد این دو شد گسیل. بار دیگر این سخن تکرار شد، عده ما بیشتر از پار شد. چشم تا بر هم زنی سال دگر میرسد از راه با حال دگر. با ورود همقطاران جدید کهنه گردند این وکیلان سعید. راستی مقصود ما زین کار چیست؟ داستان این همه تکرار چیست؟ این تسلسل هم به جا هم نابجاست. این تسلسل هم به جا هم نابجاست، وقت کنکاشی میان کرده هاست. گر وکیل افزون شود امری به جاست، علتش افزونی پرونده هاست. نابجا باشد از اون رو این روال، تا کجا تا کی کجا گیرد زوال؟ تا کی آدم نابهنجاری کند؟ تا کجا باید خطاکاری کند؟ گرچه قانون 187 از پی هر آزمون سفت و سخت تربیت افراد ماهر می کنند، بهر جان پروانه صادر می کنند، باز هم تعداد اهل فن کم است. باز هم تعداد اهل فن کم است. اجتماع ما از این رو در کم است.
علت این کسری تعداد چیست؟ مردمان را علت بیداد چیست؟ جامعه ویران نشینی می کند، روز و شب جرم آفرینی می کند، پس خیانت در امانت می کند، دزدی و قتل و شرارت می کند. هرچه نیرنگ است در کار آورد تا که نفع دیگری بار آورد. عده‌ای گرم کلهبرداری‌اند، بی تعارف غرقه در بیماری‌اند. این بشر آیا نه آن دردانه است معتمد در درگه جانانه است؟ ماسوالله را نه او مسجود شد، پرده ابلیس از بر معبود شد. اشرف مخلوق رحمانی نبود، برتر از آحاد کیهانی نبود، پس چه شد کو آن همه شأن و شرف؟ پس چه شد کو آن همه شأن و شرف؟ شاکی آمد آدم از این ناخلف. آش اگر این است و گر کاسه همین، تربیت گردد وکیل در بیش از این، باز هر تعداد باشد آن کم است. درد افراد بشر این مرهم است. گرچه دا این نادرستی ها نبود، هیچ کس کارش به کار ما نبود. گرچه دا این نادرستی ها نبود، هیچ کس کارش به کار ما نبود. لیک ما هم دلخوریم از این نظر. راه معلوم است آن هم راه حق. گرچه کار ما دفاع از حق بود، دشمنی با شیوه ناحق بود، لیک ناحق هم به ما رو می کند. دادخواهی فرد بدخو می کند، سوی بیراهه چو انسان می رود، این چنین مست و شتابان می رود. وای از فردای نوع آدمی که از زیادی آمد و شد در کمی. دیو و در روزی نمایان می شود، حذف گوی نوع انسان می شود. پس چه باید کرد در این روزگار؟ وای از این مردمان نابکار، حال کین بی انضباطی غالب است، بر همه اندیشمندان واجب است. در رهایی دادن نوع بشر زین همه آفات و جرم و شور و شر آنچنان کوشند در حد جهاد تا بری گردد بشر از هر فساد. کاش آید باور جمعی به دست، راه بس زیبا و بیراه بد است. من به فردای سعادت دلخوشم، من به فردای سعادت دلخوشم. انتظار یک کرامت می کشم، نور ایمان را به دل افزون کنیم، زندگی در سایه قانون کنیم. شعر زیبای جناب آقای مفتخر و علتیابی و حضور وکیل خیلی قشنگ بود. من رو به یاد یک مزاحی انداخت که از کتاب گنجینة اللطایف به خاطرم اومد. گفت مردی متهم بود که اسبی را دزدیده است، ولی پس از یک محاکمه طولانی هیئت قضات رأی بر براءت او دادند و متهم را آزاد نمودند. مرد مزبور چند روز پس از این محاکمه پیش قاضی آمد و گفت من از شما میخواهم که حق مرا از وکیل بگیرید. قاضی با تعجب گفت شما که در این محاکمه تبرئه شدید، مگر وکیلتان چه کار کرده است که از دست او شاکی هستید؟ مرد گفت آقای قاضی، میدانید موضوع چیست؟ من چون آدم فقیری هستم پول نداشتم که به عنوان حق الوکاله بدهم و وکیل اسبی
را که با هزاران زحمت دزدیده بودم سوار شد و رفت. حالا جناب آقای مفتخر مشکل وکالت و قضاوت و محاکم و دادرسی ها نیست، مشکل بنا به اعتبار جرم شناسان که می‌فرمایند جرم معلومه، علت‌های دیگر است، علت‌های دیگر در جامعه است.